توی کلیپات به این شکل متن‌های مهمت رو مشخص کن. بریم که این آموزش رو با هم دیگه ببینیم. وارد برنامه کپکات میشیم، ویدئوی مد نظر رو به کار اضافه میکنیم. بعد از اینکه متنمون رو به کار اضافه کردیم، میایم یه کادری که هم اندازه متنمون هست رو به کار اضافه میکنیم که روش ساختش رو بعدا براتون توضیح میدم. سایزش رو تنظیم میکنیم که هم اندازه طول متنمون باشه. حالا میایم از قسمت متن حالت رکتانگل رو انتخاب میکنیم، عرضش رو کم میکنیم، سایزش رو هم کوچکتر میکنیم و جابجاش میکنیم. میاریمش ابتدای کار، یه نقطه ایجاد میکنیم، میریم انتهای همین کادر رنگی و طول کادرمون رو هم اندازه طول متنمون میکنیم و در نهایت تایید رو میزنیم. برای ساخت کادر رنگی میایم وارد برنامه پیکسل لب میشیم. از قسمت کالر رنگ دلخواهتون رو به این صفحه اولیه میدین و میایم از قسمت ایمیج سایز دلخواهتون رو میدین. ممکنه متنتون حالت مربعی داشته باشه، حالت مربعی بدین یا مثل من حالت مستطیل شکل بهش بدین و در نهایت کار رو ذخیره میکنید و به برنامه کپکات اضافهش میکنید.